نژاد دنباش به هفته بردوام بین سر روژه به سروک وزیر کانادای برین استیون هارپر گشته حولره و به لگل سروم حرکه حریم کردستان مسعود بارزانی جی کت جوینی سروک وزیر کانادای اوشاندا پر ل بالافرگاه جالی سروک حریم کردستان مسعود بارزانی و سروک وزیر نچیروان بارزانی و هجمارک وزیر و برپرسین دن و هات پیشوازی کردن. پیامنر رودا هروسا لوی داره گفت که بریاره لحول جوینان لبالافرگاه ناف دولتی حولره جوین خود دست ببوش و جوین جی دنابرا سروک حریم کردستان و سروک وزیر کانادای ده و لگل وزیرین به هر دو آلیان راحت دار خستن ده جوین ده و آوای روبروبونا چکدار داش والیکارین لشکری جبو هزید پیشمرگه گوتو بیش بکه کانادا اندامه که اکتیو یا هفپیمانیا ناف دولتی لدیجی داشه و بالافرین وی ولاتی جی ارشی چکدار داش لباشور و روجاوای کردستان لعراق و سوریه دیکن کانادا دالی لشکری ده آلیکاریا هزین پیشمرگه کریه نها 69 لشکر و راهنرین وی ین باشور کردستان پروردیا لشکر نه پیشمرگه بلاب دیمن این آنها جی لرودا به داته بلاف کردن یه دمه که بری نها بو که استیون هارپر سروک وزیر کانادای گهشت حولره و جالی مسعود بارزانی سروک حریم کردستان و هر سا نچیروان بارزانی سروک وزیر حریم کردستان و لگل چند وزیر اندنی باشور کردستان هاتن پیشوازی کردن و نها جی جوینا هر دو آلیان جی لحولا جوینان یا تایبت به جوینان لبالافرگاه ناف دولتی حولره دست بکر هر دو آلی نها لجوینه دادن و بریار پیشتی جوینه جی سروک حریم کردستان لگل شانده که پیکت جو وزیر باشور کردستان اونا جی سردان امریکا بکن که سردان سروک حریم جی ده هفتیه که بردوام بکه پیشتی جی سردان ما هر دو ولات چک و هنگار یا بکه بله حضرت نجا ابدیمنان دمه که برین هابون گهشتنا سروک وزیر کانادای بو که بو حریم او سردان بکاتیه و نهاجی جوینا سروک وزیر کانادای لگل سروک حریم کردستان لحول جوینان لبالافرخانه یا ناف دولتی و حولره دست بکریه که گوری زانیارین که حتی ناکت ندست من ناوروکا جوینه به تایبتی لسبارت به شر داشته و آلیکارین که دبه ورنک کرن ای مروی و پیشی ویجی استیون هارپر ده سردانا شپرین شرجی بکه جنیزیک و روشا شهر و روشا پیشمرگه چکین پیشمرگه هایدار ببه سروک وزیر کانادا استیون هارپر سال 2006 وکه 22مین سروک وزیر کانادای هات اهل بجارتن و هیاما 9 سالانه لسروی کرسی مایه جبرکو پارتیا کنسرواتیو دوی هیامه ده هر دم پرانیا دنگان به دست خستیه هارپر نهاد دورا سیمین یا سروک وزیر دیدایه باش کرنا روش آبوری کانادای و به اسکنا ور لشکری و آسایش وی ولاتی دانیه پیش یاخوه دوی چارچوه دستی من هارپر دست بکا شر داشه و پیشمانی آخوه جبو شر لدیجی داشه راگهان و ولات خود تبلی هفپیمانیا لدیجی داش کریه کانادا یک جوان ولات جهان بوکو بریا گلک ولاتان دشر داشته به هاورا کردان هات به بالافرین کارگو ین لشکری ین کانادایجی چک شان حولره باشه لسر پیشنیار سروک وزیر هارپر پارلمانتویا کانادا کوپرانی اندام ویژ پارتیا کنسرواتیو بریار دا 6 بالافرین شرج بو شر داشه بشینه عراقی پشتره 69 بسپورین لشکریین تایبت جی شان حریم کردستانی جبو کل دورا موسل آلیکاریا هزین پیشمرگه بکن ده هیاما 7 مهین رابهوری ده بالافرین شهرین کانادا به صدان جاران ارشی سرچکدارین داشت لعراق و سوریه کرنه مهادار جی پارلمانتوی کانادای دم اپراسیون لشکری با ساله که یعنی حتی نیسان 2016 درش کرد و هر وها بریار دا ارشین لدیجی داشت بینه برفلهتر کرن دناف چند مهین رابهوری ده جی پیمندی لشکری و دیپلماتیک کانادا و حریم کردستان گلکی پیش و چونه وزیر برای دروی کانادای و وزیر برای پاراستن یوی والاتی که هر دو جی اندامین پارتیا استیون هارپرن سردان حریم کردستان کرنه و برایدارین باشور کردستان را حبدیتن پیکانینه هر وها چونه انین شرجی بالیوز کانادا العراق جی بورنو ساکومانی کو بر پاسوان تایبت سروک وزیر هارپر بو زیدتری 12 جاران اوجهاتی حولره ساکومانی ده سردانه که خدا چند روبوتن پوچ کرنا مینان و بمبیان جی پیشکش هزین پیشمرگه کرد سروک وزیر کانادا لسر شکاندنا داعش رشته ابجی با کردان گرینگه چونکی دبس دما ویکو آلیکارین لشکری و دیپلماتیک زیدتر جبو کردستان دابین ببه خلک کانادای ده جوتمه ای سال بشنه سر صندوق دنگدان جبو هلبجارتنا اندام پارلیمنتوی و سروک وزیر کینو پارتیا استیون هارپر جی گنیگه که مزند ده به وان هلبجارتنان